این روزا تو اینستاگرام پر شده از آموزش‌های خوشمزه‌ای که با قهوه درست میشه، نوشیدنی خوشمزه‌ای که با قهوه است. ممکنه یه سری قهوه دوست نداشته باشن، واسه همین امروز یه نوشیدنی فوق‌العاده خوشمزه و درجه 1 دارم برای اونایی که ممکنه قهوه رو خیلی دوست نداشته باشن. بزن بریم با هم درستش کنیم. برای درست کردنش پودر کاکائو، خامه، شکر و آب جوش رو با هم ترکیب میکنیم. اگه همزن ندارین با یه چنگال هم میتونید این کار رو انجام بدین. لیوانمون رو پر از یخ میکنیم، شیر رو بهش اضافه میکنیم و در نهایت ترکیب شکلاتیمون رو روش میریزیم. به همین راحتی یه آیس چاکلت خیلی خوشمزه و خنک و دلبر داریم. چی دیگه میخواین از این راحت تر؟ برین درستش کنین که مطمئنم حسابی خوشتون میاد. میشه جان؟